درود و احترام خدمت شما همراهان گرامی. صدای بنده رو از کانال خانم راوی میشنوید. یه بار دیگه آمدم با یه داستان جذاب دیگه. سابسکرایب فراموش نشه. از اینکه با بنده مریم به مرادی همراه هستید بسیار خوشحال و سپاسگزارم. روزگاری در بغداد مردی بود که ثروتی هنگفت از نیاکانش به او ارث رسیده بود. مرد که دست و دلباز بود و بیخیال آینده، ارث را به طرفةالعینی تا شاهی آخر خرج کرد و کفگیرش به ته دیگ خورد و برای امرار معاش مجبور شد سخت کار کند. روزی مرد خسته و زار و نالان از کار زیاد به خانه برگشت و به درگاه خداوند لابه می کرد که او را از این تنگنا برهاند. به خانه که رسید چنان خسته بود که از هوش رفت و مردی را به خواب دید و از او شنید که جایی در مصر گنجی را مخفی کردند و اگر می‌خواهد از این رنج خلاص شود باید به مصر برود و آن گنج را بیابد. صبح روز بعد مرد به هوای گنجی که وصفش را در خواب شنیده بود عازم مصر شد. به مصر که رسید سخت گرسنه بود و آه در بساط نداشت. گرسنگی چنان فشار آورد که به فکر گدایی افتاد، اما خجالت کشید. سرانجام تصمیم گرفت تا شب به نحوی سر کند و در مسجدی ساکن شود و شب که کسی چهره‌اش را نمی بیند به گدایی راهی کوچه و خیابان شود. شب شد و مرد به کوچه زد، اما پاسبان شب که او را دید به خیال اینکه دزد است دستگیرش کرد و کتک مفصلی به او زد. بعد از او پرسید که این وقت شب بیرون چه می کند؟ مرد ماجرای خوابی را که دیده بود برای پاسبان تعریف کرد و به او گفت که برای پیدا کردن گنجی که در خواب به او گفته اند در مصر پنهان است از بغداد به اینجا آمده و حالا عوض گنج کتک نصیبش شده است. پاسبان به تمسخر خندید و به مرد گفت بهتر از سر خانه و زندگیت بروی و دل خود را خوش به این خوابهای واهی و پوچ نکنی. من خودم بارها خواب دیدم که در خانه‌ای در بغداد گنجی هست، اما آنقدر ساده‌لوح نبودم که خوابهایم را جدی بگیرم و راه بیفتم و بروم به بغداد دنبال گنج. مرد اما این را که شنید گوشهایش تیز شد. جایی که پاسبان در خواب شنیده بود که گنج در آن مخفی است دقیقاً خانه خود مرد بود. پاسبان نشانی دقیق محلی را که گنج در آن مخفی بود به مرد گفته بود. آنطور که در خواب به پاسبان گفته شده بود گنج زیر زمینی مخفی بود که مرد روی آن می‌خوابید. و آن شب هم که کسی به خواب او آمد و از گنجی در مصر به او حرف میزد مرد درست در همان نقطه یعنی روی گنج خوابیده بود. مرد این را که شنید به شتاب به بغداد و به خانه‌اش بازگشت و در خانه خود گنجی را یافت که سالها روی آن خوابیده بود و از وجودش خبر نداشت. روایتی که شنیدید از دفتر ششم مثنوی معنوی حضرت مولوی بود. امیدوارم از شنیدن این داستان هم نهایت استفاده و لذت رو برده باشید. تا یه داستان دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سربلند و سلامت باشید.